سلام بر شما دوستان عزیز، امید جور صحتمند باشین. به پادکست امروز ما خوش آمدین. بینندگان عزیز، امروز موضوع بسیار مهم را انتخاب کردیم: تربیت کودکان نظر به عقیده اسلامی. با جمع از همکارانم بیشتر صحبت خواهیم داشت. من هم به نوبه خود سلام خدا عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز. امیدوار هستم که از گزند روزگار در امان باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشین. موضوعی که میخوایم بالاش بپردازیم تربیت کودکان نظر به عقیده اسلامی می باشه که اسلام دینی است که به کوچکترین جزئیات زندگی انسان ها اهمیت دارد. از نگاه اسلام تربیت تنها بر عبادات و یادگیری آموزش قرآن کریم خلاصه نمیشه، بلکه شامل پرورش عقل، تقویت اخلاق و یادگیری بعضی از مهارت‌های زندگی و حتی رعایت حقوق خود کودک می باشد که میتونه بنابراین پدر و مادر باید در تربیت کودکانشان باید معلومات دینی داشته باشند و بتونن معلومات بیشتری پیدا کنن تا بتونن فرزند خود را تربیت کنن و این میتونه خیلی کمک کنه که فرزند مفید و سالم بر جامعه تقدیم کنند. ما در برنامه خود میخوایم بالای 6 مسئله خیلی مهم بپردازیم که ما میخوایم 6 مسئله را اینجا اشاره کنم و شماره اولش است که بتونیم باور و اعتقادات فرزند خود را درست کنیم. شماره دوم اخلاق و تمایل خوب با فرزند است. شماره سوم مراقبت از فرزند تا سن 18 یا از 18 به بعد هست و شماره چهارم اصلاح خود پدر و مادر است. شماره پنجم نصیحت فرزند به شیوه سالم است و شماره ششم که درس و تعلیم می باشه که در لابلای برنامه صحبت های می داشته باشیم. میرسیم به شماره اول که ساختن باور و اعتقادات فرزند است. ما خودمون میدانیم که همه میدانند که پدر و مادرها که زمانی که یک فرزند در سن 2 سالگی 2.5 سالگی میرسه میتونه تمام کارهایی که در روزمره انجام میده از فامیل خود تقلید میکنه. مثلا به بعضی از کارها دست پیدا میکنه که میخواد تقلید کنه یا میخواد مقسم رفتار کنه. پس این خیلی مهم است که مادر و پدرها توجه داشته باشند تا به فرزند خود یاد بدن، مثلا خداوند متعال بر فرزند خود معرفی کنند. یعنی میتونن از طریق داستان ها، از طریق قصه هایی که میدانن که خیلی مفید است بر فرزندشان میتونن معرفی کنن بر فرزند خود و میتونن خیلی خوب درباره خداوند متعال بر فرزند خود صحبت کنن. اینکه که زمانی که معرفی میکنن باید از نکات اشاره کنن که خداوند چقدر میتونه بزرگ باشه، چقدر میتونه ذات مهربان در مقابل بندگان خود باشه و چقدر میتونه بخشاینده و مهربان باشه. وقتی از بزرگی و مهربانی خداوند متعال بر فرزند خود از آوان کودکی گفته شود، پس یک مهر محبت در وجودش پیدا میشه تا بتونه زمانی که بزرگ میشه عبادت کنه یا اصلا دین خود دوست داشته باشه. فرزند خود را از خداوند متعال نترسانیم. باید همیشه مثبت حرف بزنیم از مهربانی خداوند و از بخشاینده بودن خداوند و از بزرگی خداوند همیشه صحبت کنیم و این میتونه در تربیت کودک ما کمک کنه و همیشه باید بر فرزند خود گوشزد کنیم که بر خداوند متعال شریک قائل نشه و این میتونه خیلی کمک کنه و اگر زمانی که بعضی سوالات در ذهنش می باشه باید ما کمکشان کنیم و همون سوالاتی که در ذهنشان می باشه را پاسخ بدیم. بله دقیقاً. زمانی که کودک خرد است ما باید آموزش برش شروع کنیم. مثلا در سن 2.5 سالگی خودتان اشاره کردین و همچنان در سن 7 سالگی باید ما کاملا برشان نماز خواندن یاد بدیم، آموزش بدیم که چگونه است و در کنار از این ما نباید مثلا با غال مغال، با جنگ دعوا یا با کتک زدن اطفال ما برشان آموزش بدیم. باید به خیلی آرامی، به خیلی محبت بر از اونا بفهمونیم، چون که وقتی اگر ما امروز از اونا محبت کنیم هم خوشحال میشن که یعنی فامیل ما چقدر مثلا کل اگه میفهمن که مثلا دین اسلام چقدر یک دین خوب است، مثلا ما اطفال میفهمن. اگر که مثلا ما بر از اونا با جنگ، با کتکی چیزا بفهمونیم مثلا نمیفهمه که مثلا میگه من یک چیز خراب است بر من یادش میته، ولی اگر به آرامی برش بفهمونیم خیلی خوشحال میشه، میگه که ما چه یک دین را انتخاب کردیم و میشه بر از او پایبند میباشه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قسمی که شما گفتین باور داشتن، بله بدون شک یک طفل زمانی که ما میخوایم باورهای از او را بسازیم یا
یک طفل واقعا پرورش عالی بتیم، پس در اون قسمت باید اینا را با یک اخلاق خوب داشتن ما تغییر بتیم. یعنی اخلاق چیزی هسته که میتونه یک انسان را کلا تغییر بده. اگر با یک اخلاق زشت با اطفال کوچک بدون شک صحبت شود، یک طفل خشن به بار میاد، یک طفلی که هیچ چیز را نمیفهمه و کسی که اصلا درک نمیتونه. اما برعکس اگر از اخلاق استفاده کنیم که گفتین شماره دوم، یک اخلاق داشتن عالی یا یک تربیت با اخلاق بر اطفال کوچک، اگر والدین واقعا با مهربانی، با کلام درست و با صداقت بر اطفال کوچک صحبت کنن، در اون صورت یک طفل واقعا صحتمند و طفل مفید را میتونن به دنیای اسلام هدیه بدن. که بدون شک زمانی که یک طفل بر روی زمین میآید، صدقه جاریه مادر پدر یکی از صدقه جاریه اطفال می باشه. خب خیلی نکته خوبی را اشاره کردین و این خیلی میتونه در تربیت کودک ما کمک کنه و میرسیم اینجا که اصلاح خود پدر و مادر، این میتونه خیلی نقش عمده و اساسی را در تربیت کودکان داشته. بله بدون شک اصلاح پدر مادر، اگر یک پدر و مادر از اول روی خودشان کار کنن قبل از اینکه بخواین یک طفل را داشته باشن، اگر اصلاح از خود پدر و مادر صورت بگیره، او زمان دیگه ما جامعه عالی می داشته باشیم. یعنی اصلاح باید اول از خود پدر مادر باشه بدون شک. دقیقاً این که میتونه خیلی رول اساسی در تربیت فرزند ما داشته باشه. مثلا فرزند ما بزرگ میشه، مکتب میره، مدرسه میره یا هر جایی که دیگه میره، باید پدر و مادر مسئولیت داشته باشن که احوال داشته باشن که فرزندشون با کیهاش اشته برخواست دارن. مثلا در دانشگاهی که درس میخوانن محیط ماحولش چه رقم است، میتونه خیلی مهم باشه. اگر زمانی که استاد دانشگاه، دوست، رفیق، مثلا پدر و مادر خود اینا اصلاح باشن، پس دقیقاً که فرزند میتونه مفید واقع شه و میتونه یک فرد مثبت بر جامعه خود باشه. میرسیم به شماره 4 که مراقبت از فرزند تا سن 18 می باشه. مثلا باید پدر و مادرها مسئولیت دارند که فرزندشان اگر تا سن 18 را پوره نکرده یا بعد از 18 است، باید از فرزند خود مراقبت کنند. مثلا باید احوال داشته باشند که زمانی که مکتب میرن ساعت چند میرن ساعت چند میاین، باید احوال داشته باشند هفته در هفته در مکتب از فرزند خود. مثلا زمانی که یک دانشگاه میره ثبت نامش میکنه، باید محیط و ماحول از رو دقت کنه و این میتونه خیلی مهم باشه. مثلا زمانی که یک فرزند بزرگ میشه، 18 را پوره میکنه و دیگه خوش نداره که کسی براش نصیحت کنه، مثلا نصیحت پدر و مادر گوش نمیکنن، میگن دیگه ما خود ما رسیده شدیم و نصیحت نیاز نداریم. اما این میتونه خیلی مهم باشه. نصیحت پدر و مادر خیلی اهمیت داره که در هر سنی بودیم باید نصیحت پدر و مادر خود را در نظر داشته باشیم. بله، قسمی که در اول اشاره کردیم، زمانی که اگر از صفر به یک کودک درست تربیت داده شود، بدون شک در هیچ سن در تمام سنی که قرار داره نصیحت پدر مادر را در اولویت خودش قرار میده. و ما میتونیم الگوهایی از قرآن عظیم شان بیان کنیم. مثلا ما الگوهایی داریم در قرآن عظیم شان که حضرت یعقوب علیه السلام که خیلی در نصیحت فرزندان خود کوشا بود، زمانی که فوت میکرد فرزندان خود را گرد خود جمع کرد و اونا را گفت ما در حال مرگ هستم و میمیرم. بر فرزندان خود گفت که بعد از اینکه من میمیرم شما کجا روان هستین، کی را میپرستین و چی کار میکنین تا من مطمئن شوم که شما فرزندان خوب بر جامعه خود هستین. و میتونیم این الگوها را برشان بیان کنیم و میتونیم برشان بگوییم که نصیحت پدر و مادر هیچگاه به نقص ما نیست، همیشه به فایده ما میگن یا مثلا همیشه به خوب ما هستن که وقتی نمیخواین یک ضرر آسیبی بر ما برسه. و باید همیشه نصیحت پدر و مادر خود را گوش کنیم و احترام قائل شویم که اونا همیشه به فایده و به خوب ما میگن. در این قسمت رسیدیم به شماره 5، نصیحت فرزند به شیوه سالم است. متاسفانه بعضی خانواده فکر میکنن که فرزند خود را با زدن و لط و کوب و سرصدا و پرخاشگری تربیت میکنن و توقع هم دارن که با سمو فرزند نصیحتشان گوش کنه، که متاسفانه این توقع نداشته باشن. زمانی که خودت با فرزندت پرخاشگری میکنی، سرصدا میکنی و لط و کوبش میکنی و میخوای نصیحت کنی و او را میشونی که نصیحت کنی و او هم گوش کنه، دقیقاً که گوش نمیکنه و اصلا احترام قائل نمیشه و این میتونه خیلی نقش مهمی در تربیت کودک داشته باشه. و بله بدون شک زمانی که انسان میخواد نصیحت کنه برای هر فرد، چی کودک چی بزرگ و چی میان سال باشه،
باید از راه حکمت کار بگیرن. زمانی که مانند حسن و حسین نواسه های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زمانی که میخواستن وضو کردن را برای یک شخصیات بتن، اونا از راه حکمت کار گرفتن. هر دوتایشان رفتن وضو گرفتن و بر شخص گفتن کدام ما درست وضو میکنیم و او شخص متوجه شد که خودش درست وضو نمیکنه. اگر از این قسم نصیحت استفاده کنیم، یعنی از راه حکمت، در اون صورت نصیحت ما نه تنها مفید بلکه بر شخص واقعا درست به نظرش میاد که درست امی کار را انجام میده. دقیقاً. مثلا پدر بتونه نصیحت دلسوزانه برای فرزند خود داشته باشه و مثلا مادر هم میتونه نقش مهم داشته باشه که همیشه با آرامی برای از راه حکمت بتونن به فرزند خود نصیحت کنن که مو فرزند هم بتونه گوش کنه نصیحت. زمانی که تو پرخاشگری کنی، سر صدا کنی، خود دقیقاً که نصیحت تو را گوش نمیکنه و بتونن از شیوه مفید استفاده کنن در بخش نصیحت فرزندانشون. میرسیم به شماره 6 که درس و تعلیم هست که باید در این قسمت خیلی توجه داشته باشیم. درس و تعلیم فرزندان ما. دقیقاً درس تعلیم خیلی یک چیز مهم است. قسمی که پیامبر صلی الله علیه و گفته بودن ز گهواره تا گور دانش بجو، یعنی از آوانی که کودک به دنیا میایه باید تا زمانی که میمیره یا وفات میکنه باید درس بخونه، تعلیم ببینه. و ای که مثلا از سن چند سالگی تعلیم شروع شود، میتونیم از سن 2.5 سالگی شروع کنیم، چون یکی از زمان مناسب یا زمان خیلی خوبی است. و دیگه ای که گفتیم نماز خواندن از سن 7 سالگی باید آموزش بدیم. خب نقش عمده و اساسی را داره تربیت کودک، اما باز هم اشاره میکنم که باید پدر و مادر درس و تعلیم ببینن. ای که خیلی مهم است، بخصوص در شرایط فعلی که خیلی تکنولوژی پیشرفت کرده و برای یک زن مسلمان و برای یک مرد مسلمان شرم است که بی سواد باشه. مثلا در عصری هستیم که تکنولوژی پیشرفت کرده، همه درس ها همه چیز میتونه در یک موبایل فراهم باشه و ما میتونیم از طریق قضیه کوشش کنیم و بتونیم علم آموزش ببینیم. بخصوص دین ما دینی است که ما اول از خواندن و نوشتن شروع شده تا حال ادامه داره و فرق نمیکنه که زن باشه یا مرد باشه. برایش فرض است که باید علم بیاموزه، یاد بگیره که تا زمانی که فرزندش به دنیا میایه یا در سن 2.5 سالگی یا در هر سنی که می باشه فرق نمیکنه، باید بر فرزند خود آموزش بده. چون وقتی که بلد باشن فرزند هم میتونه بعضی از مشکلات خود را حل کنه. بله، بدون شک اولین کلام کتاب خداوند متعال که بر روی زمین بر ما تحفه داده شد کلمه اقرا بود، یعنی بخوان. پس درس و تعلیم میتونه همه زندگی یک انسان رو تغییر بده. دقیقاً. خب دوستان عزیز، امروز روی موضوعات خیلی مهم در مورد تربیت کودکان نظر به عقیده اسلامی صحبت کردیم. ما را بیننده باشین. وقت به همتون خوش. خدا نگهدار.